سلام دوستان، خوشحالم دوباره کنارتونم با یه ویدیو آموزشی جدید. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. کل ایرانیایی که توی زندگیمون دیدیم، معلمامون گرفته تا مام بابامون، امضاشون چجوری بوده؟ یکی میاد اینجوری می‌کرده، یکی میاد اسمشو مینوشته، علی مثلا محمدی، هر چیزی که بوده اسم فامیلش رو فقط مینوشته، یعنی چیز خاص نداشته. یا مثلا انقدر ساده بوده امضای اون معلمه یا امضای اون مام باباه که بچه میرفت سریع یه دونه از اون میزد کپی می‌کرد امضاشو اونجا. میخوام بهتون یاد بدم که چجوری امضای خاص خودتون رو داشته باشید بدون که حتی یه ریال بهش پول بدید. حتی میتونید با فروختن اینجور طرح‌ها مثلا برای یه نفر برید یه امضا طراحی بکنید، ازش پولم بگیرید، کلی هم درآمد کسب بکنید. این آموزشایی که بهتون میدم همشون رایگانن و هیچ پولی نیاز نیست که بابتشون بدید. اگه زرنگ باشید میتونید کلی هم ازش پول در بیارید. وارد گوگل میشید، قبل از اینکه وارد گوگل بشید وارد یوتیوب میشید، کانال منو سابسکرایب میکنید، یه کامنت و لایک هم میذارید که از من یه حمایت کوچیک بکنید. وارد گوگل میشید، آنلاین سیگنیچر جنریتور، اینو داخل گوگل سرچ میکنید. حواستون باشه که بین این همه سایتی که بهتون معرفی میکنه فقط باید دنبال اون سایتی بگردید که نوشته onlinesignatures.net. این سایتی که پیدا کردید واردش بشید. اصلا پیچیده نیست این پلتفرم، نوشته first name last name middle name. اسم وسطی که داری، مثلا محمد حسین عبادی که اسم منه، حسین اسم وسطیمه، عبادی فامیلیمه، محمد هم که فرست نیم هم میشه. این بالا می نویسی مثلا AI، پایین می نویسی روتین. چقدر خفن داره این کار رو انجام میده. یعنی من اگه همین طرح رو از یکی میخواستم که برای من طراحی بکنه، بعد 5 روز میومد بهم جواب میداد، میگفت که اینو مثلا برات طراحی کردم. مثلا خدا تومن میومد پول میگرفت، 10 تومن، 20 تومن، 5 تومن. چجوری عکس پی ان جی این امضا رو ازش بگیریم؟ یعنی مثلا من عکس اینو باید سیوش بکنم، بعد چیکار بکنم؟ یه دونه گزینه اینجا داره، دانلود زده. خودش هم بهتون پی ان جی رو میده، هم جی پی جی رو میده. پی ان جی که بزنید بک‌گراند نداره، میتونید راحت بندازید روی هر پی دی افی که داشتید. جی پی جی هم که همین امضا است، پشتش هم سفیده. حالا من دلم میخواد این پی ان جی که میگیرم مثلا یه رنگ دیگه باشه، میخوام آبی این رنگی عین کاورای پیجم باشه، یا مثلا میخوام استایلش یکم ساده تر باشه، چجوری باشه؟ این شکلی باشه. من کانتینیو رو میزنم، کریت میکنیم، دوباره ببینیم با اون رنگ و با اون استایلی که انتخاب کردیم چه امضایی بهمون پیشنهاد میده. توی این فکرمه که یه دونه از این امضا رو بردارم، به عنوان لوگو هم میتونم ازش استفاده بکنم. حتی میتونید برای یکی لوگو هم طراحی بکنید. ببین کلی استفاده میتونید بکنید از یه پلتفرم خیلی ساده که ازتون اسم فامیل میخواد. هیچ چیز دیگه ای سایتش نداره. این بالا هم یه گزینه داره که بتونید زبانش رو تغییر بدید. با اون آموزش که بهتون دادم این 3 تا باکس رو پر کنید، این دکمه رو بزنید، حالا به هر زبانی که میخواد. مثلا شما بذار روی اسپانیایی، با اینکه نمیدونید ولی من آموزش رو بهتون دادم، این 3 تا باکس رو پر می‌کنید، دکمه رو میزنید، امضاتو برمی‌دارید. دوستتون دارم. تا دیداری دیگر، بدرود. یادتون نره این ویدیوهای بغلم حتما نگاه بکنید.